یه جایی خوندم که این آقا بعد از 12 سال ممنوع کاری برگشت به صحنه. اول اینکه مثلا نمیدونم کی هستی که 12 سال پیشم میخونده، خیلی جالبه. نکته دوم اینجاست که چجوری میشه که با این همه فالشی توی خوندن، با این حجم از بیکاراکتری توی صدا و افتضاح بودن شعرها میاد روی صحنه و میاد میخونه واسه مردم. و داره نمیدونم اونجا مردم فک فامیلن، آشنان، چیان نمیدونم که همراهش میکنن. فقط این خبری که نوشته میشه و میگن که بازگشت بعد از 10 سال 12 سال، اوه کی بوده اصلا؟ چی میگید؟ چیکار دارید میکنید؟ واقعا نمیفهمم. بعضی موقع آدم عجیبه، واقعا عجیبه. این جمله رو باید گفت. آیا همیشه رویات بوده که خواننده بشی؟ آیا میخوای اسطوره بشی؟ من دستتو میگیرم. کلن بخوای برای کسی، یک آدم توهمی و متوهم رو مثال بزنی، یک نمونهش همین آقاه که واقعا یه مدت خیلی سنگینیه به شدت توی توهمه و خیلی چیز عجیبیه که حتی تبلیغ درست کردنش هم واقعا جای تحسین داره. کلن فکر کنم این راهنما یه توهمات خاصی دارن. حالا این بابک راهنما، نمیدونم اون مانی راهنما، بهاره راهنما، فکر کنم اینا فک فامیلن. نمیدونم یه نسبت دور و نزدیکی فکر کنم با هم دیگه دارن، ولی واقعا زیباست. میرسیم به امیرعلی نبویان، آقای احساس، آقایی که پر از نوشته های ادبی و زندگی پر از عشق و صفاست. بعد میاد مثلا میشینه کنار این، مثلا یه همچه آهنگی گوش میده و باهاش میخونه دیگه. وقتی این که ادعا میکنه خیلی در حالا ادعای خیلی مستقیمی نیست، اون ژست داناها رو میگیره و ادعا بر فرهنگ و ادبیات بسیار خاصی رو بهش اشاره میکنه دیگه. از باقی کسایی که حالا تو اینجا هستن و یا میرن مشابه همین مثلا کنسرت ها دیگه انتظاری نمیشه داشت. موفق باشید، واقعا زیباست. اینم زیباست. عجب پاییز تلخی شد، نه بارون زد نه عاشق شد. ایشون هم که آقای طلبکار، مثلا آقای خاص داریم، آقای صدا داریم، ایشون هم آقای طلبکار، یعنی کل عمرش رو سر طلبکاری از موسیقی و حالا کسایی که بهتر دارن کار میکنن طلب داره و همیشه هم تو یک دوره‌ای و در یک قسمتی از موسیقیش پاز شده و هی داره لوپ میشه. بابا مرد حسابی تو اینقدر که طلبکاری از همه چی، به نظر من وقت میذاشتی و واقعا خیلی کارهای مفیدتری در زمینه موسیقی میکردی. قطعا میتونستی طلبکار نباشی. توی حوزه موسیقی وقتی ادعا میکنی بدهکار میشی، نه طلبکار. اینم به هر حال داستانیست، داستان پیچیده است.